روز بعد دارم نشون میدم. مثلا اینجاست معلممون توی گروه اعلام کرد که ما نهار نداریم اونجا. اول از همه بهتون بگم که من اینو خریدم، دونه دو کوکی گرفتم، 2 تا از اینا، 2 تا هم دوباره نودل، 2 تا توت فرنگی. خیلی کیوته. اینو خودم درستش کردم. همون بامزه. اول خواستم خودم رو درست کنم، بعد دیگه دیدم اصلا مدل ما دخترانه نداره. پس این بچه‌ها به تیونگ سلام کنید. خیلی کیوته. گیتارم دارم مثلا. البته این گیتار نیست ولی بعد مهربون بودم بهم هدیه از این گلا دادن، گفتن اینم برای تو. البته اومدم که فیلم کنم موام بد نشده. فیلمی که فروشگاه گفتم که یه چیزی پیدا کنم که اونجا بتونم سرگرم بشم. نه فقط سرگرمی، تو مسافرت و مدرسه است، معلومه آدم سرگرم میشه، ولی خب مشکل اینه من دوستی هم ندارم توی کلاسمون، توی جفت کلاس ها کلا. برام باید یه چیزی پیدا کنم که تنهایی اینجوری سرگرم شه. البته پیدا گرفتم خوب بود ولی باز بچه ما تازه سوار قطار شدیم و این وضع منه چون جا نداریم برای چند بدونم. دوست داشتم بالا بشینم ولی خب طبقه بالا پر بود، برای همین الان مهم نیست، بریم خوش بگذاریم. یه بارم گم شدم ولی حالا یه ذره نفس داریم بهتون توضیح بدم چی میشه. ما رفتیم یه دقیقه سریع لباسامون رو عوض کردیم. اتاقمون هنوز آماده نیست، ساعت 3 آماده میشه، الان نزدیک ساعت 12:30. الان دیگه داریم آماده میشیم، وسایل استخرم برداشتیم. برنامه امروز اینه، الان میریم باغ وحش، بعدش میریم یه راست. اونایی که میخوام برن استخر میرن استخر، اونایی که نمیخوام میرن تو شهر میگردن. حالا من میخوام برم استخر. بچه‌ها بالاخره وارد باغ وحش شدیم و اولین بارم بود اینجا فیلم میدیدم. میخوام یه دونه فیل بردارم ولی مثل اینکه نیست. تازه روبا پاندا قرمز هم داشتم ولی من ندیدم. شما رسیدیم استخر، بریم ببینیم چی کار میکنیم. وای سرسره داره خیلی خوشگله. خیلی خب بچه ها، ساعت نزدیک 6:30. ما منتظر قطار اتوبوس وایسادیم که بریم دیگه هتل. استخر تموم شد. اوکی روم تور خیلی کوچیک. سلام بچه‌های من. عجب اتاق. عجب دستشویی بزرگیه. اوکی
خیلی باحاله. فقط وایسا ویروش نگاه کنم. عجب ویویه. خیلی اتاق خوبیه. فقط الان 3 دقیقه وقت داریم بریم سر شام. باید بریم زود. خب من یه آمار کوتاهی بدم دیگه. الان شاید دیگه ولاگ نگیرم تا فردا دیگه ببینیم چی میشه. بای بای. این صبحگاهی اتاق. بچه ما الان بیدار شدیم. بعد گفتن دقیقا بعد صبحونه میریم. این فعلا وضع منه. الان فعلا خیلی نایمدن حاضر میشم ولی من میگم اول بخوریم یه چیزی باید بریم. اوکی بچه ها ما رفتیم حاضر شدیم. نتونستم ویدیو بگیرم. تاتا رو ببینیم. حالا الان میخوایم بریم شهر بازی. واه چه نوری. Ja, sag jetzt was. Ja, sag was. Was du gesagt hattest. Aber es ist doch tot. چون من سقوط آزاد سوار شدم حالا اینجا معلوم نیست. بچه‌ها یادشون رفت فیلممو بگیرن ازم. یه دایناسور اونجا دیدم. Ist es ein Dinosaurier dahin? Achso, ja. Ja, richtig groß. Ja. Echt? Ja? Wo? Was ist da? Dinosaurier! Genau wie du. Andrea sagt, das fandest du geil. Ja, weil, guck mal, diesen Schiff. Guck mal. Ja. Ich freue mich nur auf diesen, Das einsteigen. Ja, das bin ich dann. Guck mal, das ist Level 1. چیزی که می‌خواستی من می‌خوام اینو سوار شم. خدا وضعیتمون رو. یا خدا. الان راه افتادیم. مار بدم من با آنجا رفتیم اینو سوار شدیم. تابم سوار شدیم. اوکی بچه من اینو خریدم قراره بریم با وزیم اینو سوار شیم. من اولین بار یه چیزی میترسم. من قرمزه سوار شدم تمام مدت چشام بسته بود. خب الان میخوایم بریم اینو سوار شیم. این خیلی باحاله. دو تا بچه‌ها رفتن منتظر ما نمونه تو من رفتم قرمزه سوار شدم. اونجا نشون میدن از اون گرفتن. دستو شاکو بیار موکا چانが教えてくれたJa, du hast Stress? Warte, nein, das Auch nicht? Ja, ich will doch nicht Stress. که پرسیدم اینا رو پیدا کردم. پولا هم رو به فاک بدم ولی نمیتونم. چقدر کیوته. Mein Plan ist einfach. Ich verwandle eine Pflanze mit meinem selbstgemachten Zaubertrank. Die Pflanze soll das Schlumpfloch finden, alle Schlümpfe einfangen und ihnen ihre Magie entziehen.
Und dann werde ich der Okay. mächtigste Zauberer der Welt. Aha. Oh oh. Ich will keinen Jumpscare bekommen. Wow. Hannah! Wow. بچه ما داریم میریم اینجا. خیلی بالا. الان برامون قصه تعریف کنن. اینا بسته شد. Oder bist du krank? Ich mach eine Musik. Bist du behindert? Deutsche Musik. Immer Deutsche. Das ist Deutsch. Nein, das ist. Bitte. Welche Sprache ist das? Was ist das? Welche Sprache ist das überhaupt? چی اسمش؟ داریم میریم بیرون. بله گفتیم بعد شهر بازی اومدیم شام خوردیم و اینا. حالا هوامون عوض شه. همین. بای بای. اوکی. روز سوم و داریم میریم توی شهر بگردیم. بعدش هم میریم کشتی سوار شیم. تورمون تموم شد. الان بهمون اجازه دادن یه 4 ساعت و نیم دیگه آزادیم، میتونیم خودمون بگردیم تو شهر. بچه اینجا نگاه کنید، اومدم یه خرید کنم یادگاری از اینجا ببریم. بعد من میخوام این خرسه رو بگیرم. نمیشه عاشق هایدر بگم. دوستان عزیز، خستگی زیاد ما 1 ساعتی میشه که همینجا فقط دراز کشیدیم. Wir sind schon seit einer Stunde hier. Einfach spannend, chillen. 1 ساعت دیگه معلمان میان بعد میریم کشتی سوار میشیم دیگه. وای چقدر نور زیاده. Of the Glasbach family. After several destructions, it was finally abandoned in the 18th century.
Alles gut. Oh, ich erinnere mich schon. Willst du auf meine Beine sitzen? Oh mein Gott, willst du spielen? Okay, Baby. Magst du? Oh, nein, 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 nein. Okay, okay, habe ich verstanden. Alles gut. Nicht? Okay. Sie ist einfach schön. Oh mein Gott, die ist so schön. Heute lösen wir gerade. So, die 911.